دیگر سوال گفته است که در تاجیکستان مرده باشد ما در روسیه نماز جنازه خونه می شود یا نه؟ خب این مسئله رو میگن جنازه غایب. جنازه غایب در مذهب ما و شما مذهب امام اعظم نیست، اما در مذهب بای دیگر هست. مثلا اگر شافعی مذهب جنازه غایب بخونن برای بود درسته، برای که صاحب مثلا که مذهبشون رخصت دادگی. جنازه غایب پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مراتب خوندگی هستند. جنازه نجاشی را وقتی که از دنیا گذشت و به ایمان از دنیا گذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستش می داشت و جنازه شد پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، غایب بود، جنازش قطعی صحابه خوندن. یک مراتب اول و آخر همیه، دیگه نخونده است پیامبر، امرم نکرده است. بزرگای مذهب ما و شما مذهب حنفی میگن که این انا خاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. همین کار کردنش فقط خاص بر پیغمبری خدا است. و خاطری که پیغمبر خدا را حضرت جبرائیل پرده را از پیش چشمش گرفته، صحابه میگه پیغمبر همین خیلی خون که همین گویا که همون مثلا جسد همون بیجان نجاسی در پیش پیغمبر باشه، مثلا از پیش چشم پرده برداشته شد. این خاصی پیغمبره. پیغمبر یک مراتب خون اما دیگر امر نکرد که جنازه غایب بخونیم. این دلیل مذهب ما که جنازه غایب خوندن خاصی فقط پیغمبر، دیگر کس نیست. اما مثلا شافعی ها یا دیگر مذهب های دیگر میخونن، میگن هر کاری را که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است ما باید مطابقتی بکنیم. دلیل هم دلیل حق درسته، دلیل ما هم دلیل حق درسته. اونا با او عمل میکنن، ما با این عمل میکنیم که در نمیخونیم. جنازه غایب فقط جنازه ای که مثلا مرده حاضر باشه بعد میخونیم. اگر باشد یک دست شم باشه و پوشم باشه نمیخونیم. نصف زیاد باشه میخونیم. سر توقه باشه نمیخونیم. یا که بدن همش باشه و بی سر باشه ایرانی میخونیم. یا که سر قطعی نصفی بدن باشه میخونیم. در این حالت ها میخونیم. اگر این نصف کم باشه او را جنازش خونده نمیشه. کسی پرسیده سلام علیکم داملوی عزیز. امام مسافر بود اما مردم مقیم نگفت، پیش در اومد نماز خوند یا برای رکعتی سیوم خیز بعد و یادش زد که مسافره. در این حالت نمازی مردم چی می شود؟ اصلا این از چند مسئله عبارت است. حالتی هست که مسافر مقیم امام می شود، در حالتی که باز مقیم مسافر امام می شود، در حالتی که اگر قوم زیاد باشن خب مسافر اگر که پیش ندراید و یگان مقیم در نماز پیش بدراید بهترش همی است، چون که مردم در تشویش نمی شوند. اکثر آدمایی که اهلی مثلا عوام هستن از علم بیخبر هستن یک تشویشی پیدا می شود، مقیم پیش دارد. لیکن در حالتی که مسافر یگان عالم است، یگان آدمی با تقوا است، یگان شخص معتبر است، می خواهیم که تبرکاً در نماز پیش دراید. وقتی که مقیم مسافر در نماز پیش در آمد، همراه مسافرها چند نفره که باشن اونا 2 رکعت میخونن، مثلا نماز پیشین، نماز عصر، نماز خفتن. مسافر فقط همین 3 نمازه، پیشین، عصر، خفتن همون 4 رکعت شد 2 تا میخونن. این به حکم آیه قرآن است. وقتی که 2 رکعت خوند مسافر سلام داد، مردم مقیم از جاش میخیزن 2 رکعت دیگر میخونن، سلام میتن، تمام نماز. لیکن در حالتی که مقیم آدم تهجد در نماز امامتی کنه پیش بداره، مسافرها نماز 4 رکعت میخونن، یعنی نماز پره میخونن. انکیجا مسئله دیگر که برادر پرسیده است، مسافر در نماز پیش در آمده فراموش کرد که مسافر است، مثلا خیس در رکعت های دیگر، مثلا نماز عصر یا نماز پیشینه یا نماز خفتنه 4 رکعت خون مسافر. در این صورت نماز مسافر تمام می شود، اما نماز قوم هر چقدر که باشه نماز همش فاسد می شود. و خاطره که برای 2 رکعت اخیر برای مردم مقیم فرض است، برای مسافر نفل. اقتدای مفترض به متنفل درست نیست. وقتی که فرض خون از عقب نفل خون اقتدا کنه نماز درست نمی شود. انا در این صورت
دو رکعت اخیر برای مسافر وقتی که نفل است، این دو رکعت اخیر برای مقیم را فرض است. فرض از قفای نفل اقتداش درست نمیشه، نماز همه مقیما فاسد میشه، باید از سر نو نماز قوم بخونه. نماز مسافر درست میشه. لیکن اگر دیده و دانسته و فهمیده مسافر همین نمازهای 4 رکعته را اگر که 4 تا بخونه، اگر مسافر گناهگار می شود. خیلی مسائل های فقهی هم بیان میکنه که تمه و اساء، تمام می شود، نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود، عاصی می شود، به خاطر که مسافر خداوند آسانی کرده است. 4 رکعت نماز 2 رکعت برای مسافر گفته است. این یعنی که صدقه هدیه خداوند است که یا هدیه خداوند قبول نکرد. این مسئله همین خیلی است. خب دیگر پرسیده سوال. السلام علیکم داملوی محترم. مولا نکاح کرد اما مهر زنه نپرسید، فراموش کرد ای مهر گپ زند یا اینکه گپ نزد از مهر، در این حالت نکاح چی می شود؟ اصلا مهر برای مثلا که زن آزاده برای احترامش هسته. خیلی مهر در کتابای فقهی هم بیان میکند، اقل مهر میگه، اقل مهر 10 دراهم است. اقل مهر 10 تنگه است، یعنی 10 تنگه اقل مهر است. خب نصاب سرقت هم 10 تنگه است. اگر کسی که از جای دزدی کنه، اگر در دزدی بقپانش، اگر همون چیزی دزدیدگیش از 10 تنگه زیاد باشه، دستش قطع کرده میشود. موافقی مثلا فقه اسلامی قطع از زند، از همین بندی دست بریده میشود و تحسمو میبرنشو در دیگی که روغن جوشیده سه در همون دست میدوزن که در او محکم شود که مقصد کراواتی چینی نشود و هلاک نشود. انا نصابی همون سرقت هم 10 تنگه، اقل مهر هم 10 تنگه. 10 تنگه را امروز با پرسیدنی پرسپوسی مقصد اهل علم و علما 10 تنگه خودش گوسفندی میانه میشود. امروز یعنی تقریبا $100 زیادتر میشود. یکی 1,500 سومون همین طریق بوده. 10 تنگه همین قدره. انا مهر در صورتی که مولا نکاح کرد نپرسید، نکاح درست میشود. انا نکاح با امروی نفی محرم درست میشه. مثلا که زنی هست که میگه اگر فلانی میگه مرا بزنی بگیرد، هست مثلا که زنها یا دخترها هستن که میگه اگر همون فلانی مرا بزنی بگیرد، من مهر ما بخشیدم، هیچی در کارم نیست. نفی مهر، به همین نفی مهرم نکاح درست میشه. ذکرشانی نکنن درست میشه. بعد مهر 2 قسم میشه، مهر معجل و مهر معجل، به عینه به همزه. مهر معجل مهر مهلتکی را میگن که مثلا که مهرش یک قسمت شمیته، بعد با 50% دیگرش بعد میته، اینه مهر معجل میگن. مهر معجل گفته مهر نخته. امروز مثلا در اکثر شهر دیهات یعنی خود تاجیکستان ما همین است که مهر معجل هم تقریبا بعضی جا $2,000 $2,500، بعضی جا $3,000. همین مهر معجل همو قدر میتونه، بعد تمام کار تمام میشه. اینه مهر معجل میگن. انا مهری که معجل باشه، مثلا در خطبه های نکاح های قدیمه که در کتاب های قدیمه بعضیش میبینیم همین خیلی لفظ آمدگیه که 300 تنگه بخوری، سلسی اون معجل، سلسانی اون معجل ایلو بقای نکاح تری گپاسته. او گپازی در ما در کار نیستن، و خاطر که در این زمان ما از نه تنگه بخورویی نه بخورویی این گپا نیستن در ما. انا که مقصدی و چی بود 300 تنگه بخورویی بود، همون را 100 تنگه شمیداد، زن نکاح میکرد میگرفت، 200 تنگه دیگه از مهر مرده که قرضو راه. بعد در همون زمانا اولی بعض جدا عادت مهر بخشون میگن کو در زمان ما کار معنی نداره، هیچ معنی نداره، یک کار زیادیه، هر جا میکنه نکنه نکاره. انا که در اون زمانی بخارا بود 100 تنگه را میداد، 200 تنگه دیگه قرضدار بود. بعد عروسه که میوردن بعد نکاح در تای شده در خونه شهر، بعد میفتن که اگه باقی مونده 200 تنگه مرده قرضداره که بگم مهر تبا بخش. بعد میگم باقی مونده مهر ما بخشیدم، همینطوری مهر بخشم. این حیله بود. این در زمان ما حجت در کارم نیست. لیکن در مهر وقتی که مرد چیزی که وعده کرد هست، نو زنگ زده بودن یک نفر ولی گفتن تری زن دیم گرفته است،
وقتی در بدل مهرش یک خونه میگیرم. وعده کرده است، نکاح کرده است. انا که چند ماه میگه پرت افتادم نمیوید، نه نفقهش میرسونه نه مهر شده شه. و وقتی که همین قدر هنر که داری، این قدر مرد نیستی، چی لازم؟ زن یک مثلا دختر یک مرده که در قدیره میمونی. هزی خیلی حالت برای همی است که خداوند 2 3 4 مردا را گفته است خید در دوام فنک مطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. در دوام خداوند میگه فین خفتم الا تعدلوا فواحده. وقتی که خوف میبری، میترسی، غیرت نداری، خب قوت نداری، خرونده و پشوندش نمیتونی، از زن میترسی، در این حالت خدا میگه یک تا برای تو بسه، هم یک تا قطعی بره. یک دختر یک کس مثلا هم نکاح کنی بگیری، وعدش کنی نفقت هم برسونم، یک خونات میگیرم در جای مهر، بعد بگریزی بره، این نومردیه. و در نزد خدا جواب میده، نه نفقش رسونده است نه مهر شدودگه، مهر به زبانش خودش وعده کردگه. در این حالت اگه بیبرکتی و بلا در سری و مردک بعد آمدن میگیره. برای همین است که همین جوانو برادرایی که هنر ندارین، قوت ندارین، غیرت ندارین، حمیت ندارین، از زناتون میترسین، همون خدای خودتون بگیریم یک تقتی رفتن بگیرین. یک دختر یک کسی دیگه در قدیره نمونه، نه خیلی مشکلات به سر مسلمانان نیارین. شب و روز در حق دعای بد میکنم، سری رعش کردی، بعد از زن فرزندت از خاندان چی برکت میوی؟ برای همین است که خداوند بیان کردگی است که فین خفتم الا تعدلوا، عدل کردن نمیتونی، خوف میبری، میترسی، فواحده یک تا بسته. هنر نداری بشی قرار خیلی. خب دیگر گفته است نه، خب مهرش گفته است که به ذکر محرم نکاح درست میشه. اگر به شرط وعدهش هم کنه بگیره، زندگی هم که کنه، توی هم کنه، زندگی هم کنه، فرزندور هم شون، بعدا مهرش استابتا میشه. مثلا یک خونش وعده کردگی یا در بدل مهرش یگون چیزی قیمت بها وعدش کردگی میشه.